والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران اهل اسلام و هموطنان عزیز و گرامی قدر، قدم های یک و یک شما را اولا به این درگاه خیر مقدم میگویم و از خداوند متعال خواهان آن هستم که خدای مهربان اولا ما بندگانش را توفیق بتید که بازگشت به سوی خدای مهربان کنیم و از اون گناه و معصیت هایی که میکنیم خدایا از اون گناهمان باز بیستیم. و همه ما و شما برادران الاسلام امروز معلوم است که امروز الحمدلله روزی خرسندی است و روزی یعنی که توی عقد نکاح سنتی است که رسول معظم اسلام میفرماید که یعنی که در روزهای توی و در روزهای نکاح شما در اطراف نکاح صحبت داشته باشید که مردم قدر منزلت نکاح را باید بدانند که نکاح چه معنی دارد برادران. و النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. رسول معظم اسلام فرمودند که نکاح سنت من است و کسی که از سنت پیغمبر رو میگرداند او از امت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نیستند. ببینید برادران الاسلام که نکاح یک فضیلت های خوب در خاص خودش در درون خودش دارد که اگر ما بگیم که شریعتیش هم اگر نگیریم بگیم که میخیل فضیلت نکاح اگر ما نگاه کنیم چی قدر برای ما الحمدلله پیشروی و چی قدر فایده ها برای ما و شما میارن. نکاح یکی از فضیلت های بزرگش این است که دو آدم بیگانه را به یکدیگر نزدیک میگردونند. یعنی دو آدمی که خیش تبار نیستن بعد از نکاح کردن اونها خیش تبار میشوند، یعنی رفت و آمد میکنن. دعا میکنیم که خدای مهربان در 100 سال اگر خدا صاحب فرزند شون کنه الله مهربان، ببینید همون قیدگاه فضیلت نکاح با نزدیک میشود که یعنی که از این طرف خارزه و جیان میشن از اون طرف با تقوی میشن. یک نفر 18 19 یا 20 سال دختر کلان میکند، ببین چقدر لباس های زیبا حرکت میکنه که در چشم دخترچش گرد نزنه. همین خدمت 20 سالش در یک روز بگیم برابر یک روزه میشه. همون روزی که یعنی که نکاحش میکنی دستش در یک جوانمرد میتی اون رو میگیره میره. یعنی که خدمت 20 ساله در برابر یک روز، برکت نکاح یعنی که خدمت 20 ساله در یک روز میگیره. این فضیلت نکاح است. و همیشه برادران ما و شما شتگی هستیم، نه فقط این با اون پسر بچه که یا که دخترچه که امروز عقد نکاح سنتی دارن، ما باید همیشه بدانیم که نکاح چی معنی داره. ای همین کلانترا، ای همین سردارای خواجگی، ای همون کسانی که امروز بگیم نوسته دارن کلن دارن، همونها قدر قیمت نکاح حتی برادران شاید که ندانن. نکاح چیزی هست که یعنی که یک کس ما را بپرسه که نکاح چه معنی داره، در جواب ما او را عقد میگیم، یعنی به معنای گره کردن. یک چیز به یک چیز گره کردن این را نکاح میگن. فضیلت نکاح باید انسان داشته باشه برادران مسلمان. قدر قیمت نکاح باید هر یک مسلمان باید داشته باشه. یعنی قدر قیمت نکاح چی است؟ نعمت نکاح داشتن چی است برادران؟ یعنی در جای خلوت باید زنا نکنن مردم. معنی قدر قیمت نکاح انمی است که امروز خسر خشتامن تقایی و عمق خیش تبار کلانتران قشلاق و ده و اهل علم و علما در خانه ما و شما میان دستش میکنن میگن خداوند توی تر مبارک بگردونه. ببینید همین خیلی در ما و شما عادت است. و وقتی که ببین گاو میکشیم این قدر دسترخوان ها ما تیار میکنیم، ببینید همین فضیلت نکاح ما باید بدانیم که در جای خلوت این زنهای خون و همسرهای خونمون برادران به احترامی نکنیم و در جای خلوت نریم با زنهای نامحرم چشم چرانی نکنیم. یعنی که قیمت نکاح میگن. نه فقط در روز نکاح همین دستی پیش بر بگیری همین تا بگوی خمس رنگی ملا بچه واره سر تا خم کنی و بعد از بعد آیلت گرفتن بعد اون آیلت تأخیر کنی و اون آیلت عقارت دالی یک بگیم عقارت کردن در مردم ما و شما یک دسته گلی مجلس شده از برای همسرای خودمو، برای همسرایی که برای ما فرزند به دنیا آوردن. اونها رو ما امروز برادران اسلام دشنا میتیم اینه که به احترامی میکنیم.
زنها برادران الاسلام زمین نیستن که ما پاهامون رو دبالاشو بمانیم ما بگذاریم بریم. اینه که همسرای ما و شما از قبرغه چپی ما و شما خدا اونها رو خلق کرده که از جنسی ما و از اعضای ما خدا یعنی اونها رو خلق کرده است. اگر وقتی که یک چلیکی ما یا که یک عضوی ما یعنی گرفتگی باشد، پریدگی باشد، در یک گورستان اگر گور کردگی باشد، هر زمانی که ما با پیش همون گورستان بگذاریم ما در خیال میذاریم که یک جسدی ما همینجا گور کرد، یعنی یک چلیکی ما همینجا گور کردگی است. انا همین همسرهای ما را خداوند از قبرغه چپ آدم علیه السلام خداوند خلق کرد، یعنی ممهورم. و ما امروز در زندگیمون باید یکدیگر فهمی و احترام یکدیگر داشته باشیم. چی خیره که امروز برادرها کعبه را تماشا کردن عبادت هست. امروز الحمدلله حاجی‌ها در سفر هستن، خداوند سفرشون سفری با برار بگردونه. ببین وقتی که کعبه را تماشا کردن عبادت هست، با چهره پدر و مادرم نگاه کردن عبادت هست، با همسر خودت معامله کردن بازی کردن هم عبادت هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که یعنی چند بازی را شما بکنید، یکی شیناوری و یکی اسب بازی و یکی ورزش و یکی با همسرای خودت بازی کردن. با همسرای تو یعنی با چهره‌های کشاده نگاه کردن. حتی میگه کسی که از همین سری دسترخوان یک انگور یا که یک خرما را، که در حدیث خرما میگه، اگه در جای ما خرما کمتر است، یعنی بگیم انگور را بگیم یا که یک سیب میگیرد به همسر خودش ایروی محبت اگه حاجی جان همین خلمیتیت خداوند در نامه اعمال او ثواب فرض کتابت میکنه. گویا نماز عصر خونده است، گویا نماز بامداد خونده است، گویا نماز پیشین خونده است. نه که اکثریت مردی ما امروز زنهاشون یعنی که آچهشون عقارت میکنن یا که مادر یا خواهر یا اپشون عقارت میکنن. برادران اسلام یعنی که نکاح همه برای چی گفتم که نکاح باید یک قدر قیمت یک سیاستی خودش برادران داشته باشد. میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من ازدواج پیغمبر خدا رو به نقل کنم، یعنی چقدر پیغمبر خدا ازدواج کرده ای برادران اسلام. ما هممون مسلمان هستیم، همین مردم دعوا داره که فردا جنازه هم کنن، همین مردی ما و شما برادران دعوا روز قیامت جنت بدراین. اگر وقتی که بخوای که جنازه تو درست شوه، بخوای که جنت برای آن سه پیامبر صلی الله علیه و سلم کردن درباره نکاح، اینا باید ما برادران یعنی پیاده کنیم، اینا باید ما در دنیا عملی کنیم که آینده فرزندای ما و کودکای ما و شما از ما عبرت بگیرن برادران. وقتی که امروز ما همه زبانهای خودمون رو از دشنام یعنی قرار دادن میتونیم، آینده فرزندای ما و شما برادران چی میشوه؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم 25 ساله بودن برادران مسلمان. حضرت پیش ابو طالب اومدن، عمکشان اومدن گفتن که من یکم جای کار بیاوی بتیه که من یعنی کلان شدم از زندگی ما پیش برم که روز بر روز زندگی مزمین شده است. یعنی که ابو طالبی را کلان کردگی به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. سوره زحاد میگه که الم یجدک یتیما فآوی، ما یتیم تر تربیت کردیم. خدا میگه محمد صلی الله علیه و سلم قصه کوتاه که رسول اکرم وقتی پیش ابو طالب اومدن عمکشان و ابو طالب گفت که من پیش یک نفر ادرایی میکنم انشالله یعنی که تر کار تبود میکنم. و پیش همین حضرت خدیجه یعنی همسر پیغمبر خدا که شوهر کردگی بود و در سن 40 سالگی بود، پیش همین روش کرد گفت پیش همو برای همو تر کار قبول میکنم. پیش حضرت خدیجه اومدن، خدیجه دیدش نگاه کرد با چهره پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. باور کنید برادران مسلمان همین چهره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنان زیبا بود که حضرت جابر روایت میکند که یک روز در کوچه مدینه میرفتم، ناگهان پیغمبر خدا از پیشم برآمد و همین چهره پیغمبر خدا را وقتی میگه نگاه کردم از پشت میگه ماهی 14 بود برآمدگی بود و همین چهره پیغمبر میگه روشنیش از ماهی 14 هم روشن‌تر بود، میگه چنان زیبا و خوشرو بود. میگه ها بسیار وقت در یعنی که در مولودا میخونیم که حسن یوسف دمی عیسی یدی بیضا دارد، آنچه خوبان همه دارن پیغمبر ما از همه خوبتر و نستر دارد. خیلی قصه کوتاه که پیش همون رایش کرد. حضرت خدیجه 40 شتر یعنی بار بستگی بود، قافله در راه بود و همون روزی که پیغمبر خدا رفت همون یک چند لحظه پس باید تجارتشون میبرم، یعنی خرما به شهرهای حجاز و شهر ریم و دیگه شهرها میبودن، از اون طرف یعنی که متاع میآوردن و در اینجا بگیم یعنی که بگیم تجارت میکردن، رنگش ما و شما تجارت میکردن. ناگهان وقتی که این چهره را دید میگه گفت در این چهره دروغ نیست. همون در حال حکم شبر آورده در تاری سری همون 40 شتر بگیم خوجینش مان
کلانترش مان گو همین سردار همین شترها را بردن آوردن در گردن شما. یعنی که رفتن و آمدن همون شهری که اینها تجارت میرفتن 15 شبانه روز بود. 15 روز میرفتن 15 روز می اومدن. با چند روزی که اونجا تجارت میکردن. قصه کوتاه که برادران علی اسلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم اون وقت مبعوث به رسالت نشده بودن، یعنی که این 25 ساله بودن. وقتی که رفتن از قفای پیغمبر خدا باز یک نفر دیگر پناهی، یعنی که از قفاش بگیم اگین مون بگیم که کنیگر کنه کمی خیانت نکنه. و حضرت خدیجه آدمی با سواد بود برادرها، یعنی آدمی تاریخ شناس و آدمی با مدنیت بود، از تاریخ پیغمبرای گذشته خیلی با خبر بود، آدمی زیرک و آدمی با سواد بود. و از قفای پناهی یک آدم دیگر همون کومی چیکار میکنه. قصه کوتاه که اینها رفتن در راه ور آمدن میگه رفتن و اونها تجارتشون در رفتن رسیدن. از اون طرف میگه باید که در 1 ماه میگشتن می اومدن، در 25 روز بگیم گشتن و آمدن. میگه حضرت خدیجه در بامش نگاه میکرد که شتراش از اون طرف اومده استن تشویشی. گفت شاید که در راه قدم بگیم خولیگنه، قدم آدمای رهزن قطع طریقا در راه بدن مالهای ما را گرفتن، اینها نارسیده گشتن و آمدن. همین وسوسه در دل حضرت خدیجه در آمد که میگه وقتی که شترها نزدیک شدن گرفتن گشتن آمدن، همه را قبول کرد. گفت تنجی است؟ گفت بله تنجی است. گفت چی گپ است؟ گفت که ما هم رفتیم نارسیده در درون شهر همه بارامون را خریدن 2 برابر گرفتن. یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بگیم همون دینارا و تنگها را 2 برابر در پیش حضرت خدیجه ریختن. گفتن مرحمت انا بگیرید سعودتون بگیرید. خوش ایسرش رفت که شما در 15 روز باید میرفتید، در 15 روز می اومده، شما الکی در 25 روز گشته و آمده. این چی واقعه است، چی فکر است؟ قصه کوتاه که پیامبر گفت که خیر رفتیم در راه ما یافتیم انسان‌ها را، در همون راه دادیم شو گشتیم آمدیم. بعدا میگه پناهی حضرت خدیجه روحی از اون خرسند باشد که پیغمبر درباره خدیجه و حضرت علی و ابوبکر بسیار دعای سخت کرده، دعای نکرده. استاد در قلبش میگه محبت پیغمبر، یعنی که به چهره محمد صلی الله علیه و سلم برادرها پناهی عاشق شدن، یعنی که دوست داشتن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. فرد دوگانش را فریاد کرد و گفت که بره پیغمبر خدا را بپرسنی یک انسانی که در سن 25 مدرایه باید چیکار باید کنه، انک برای زنگیریده مقصد پیشنهاد کرد و اومدی را پرسید. گفت که آدم در 25 گویا آدم در 25 مدرایه هم جواب داد که باید ازدواج کنه. گشت اون راست به حضرت خدیجه رسانیده بگی خرسانش دیم بارا رایش کرد. گفت که یکی اگر ازدواج نکنه چی؟ اومد دیم بارا پرسید. اومد گفت که میگه که کسی 25 برای ازدواج نکنه چی؟ و اگر ازدواج نکنه گناه میگیره، باید که ازدواج